نظر کنیم. در خانه یک کرته کهنه را میپوشه، هم آغل میدوره گاو میجوشه، هم نجاستی او را پاک میکند، هم به همون کرته در آشخانه طعام میپزد، بوی روغن، بوی روغن زهید، بوی روغن میکند. او کرته و لباس سر اندامش همون قطعی با شب و پیش شوهرش میوید. این خلاف قانون شریعت است. مادرها و خواهرها بدانند که خلاف شریعت است. در آشخانه لباس علاهیده بپوش، بوی روغن و دود به پی شوهرت نبر. یا که در آغل بگاه و مال سر کار داشتی، او لباس دیگر بکن، لباس شب دیگر بکن برای شوهرت که خشنودی خدا و رسول الله و شوهر درون است. امروزه کن. اما یک توی بروا، یک تماشا بروا، یک معرکه بروا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همی خیلی بها دادن. همون زنی که وقتی که شوهر او را ببینه یا نگاهش کنه خرسند شود، غم اندوهش برطرف شود، شاد شود. یکی از زنهای اهل سلف در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اونها پیش از به شوهر دادن دخترهاشون، پیش از شوهر دادن اونها را نصیحت میکردن. میگفت که دخترم وقتی که به شوهر که برآمدی اطاعت شوهر تا بکن، محبت شوهر تا در دل جا بکن، بعد از امر خدا را به جا آوردن، بعد از حقوق شرع دینی مبین اسلام هر چیزی که امر میکند به جا آوردن، برترین والاترین حقوق برای زن، برای مادر حقوق شوهرش است. چی میگفت دخترش؟ به خانه شوهرت که رفتی دخترم اطاعت شوهرت بکن، محبت شوهرت در دل جا بکن. شوهرت تو را نبیند مگر که وقتی که تر دید تو شوهر خرسند شود. زمانی که شوهرت به خاندان که داخل شد دخترم نصیحت میکرد، به چهره شاد و به تبسم او را پیشوازش بگیر. چشمی تو را نبیند مگر روشن، یعنی دائم چشمات روشن باشه. زبان دهان تو را نبیند مگر که با تبسم، شوهر شکیدید تبسم کنه، لب شیرین کنه، خنده کنه، نه اینکه قواقی دختن. چشمها را روشن ببینه، ابروها را به یکدیگر گیج نبینه. گوشهای تو را فقط به سخن نیکو شنیدن، یعنی که سخن خوب بشنوی از شوهر. دستهای تو مسح بکشن او دستهای شوهر و او را چی؟ آرام آرام مسح بکشن. پایهای تو در خدمت شوهر باشد. لباسی تو پاک، از همه بهترین لباس تو در نزد شوهرت بپوش و از بدنی تو بوی خوش به او شوهر برسد و عبادت خدا را بکن تا در زندگیت برکت میابی. اهل سلف، اهل اون زنهایی که در زمان پیغمبر صحابگان رسول الله بودن، دخترهاشون همین خیلی پند و نصیحت میکردن. این خیلی نصیحت میکرد، دیگر نه. امروزه باشد چی؟ امروز نظر کنیم. در خانه یک کرته کهنه را میپوشه، هم آغل میدوره گاو میجوشه، هم نجاستی او را پاک میکند، هم به همون کرته در آشخانه طعام میپزد، بوی روغن، بوی روغن زهید، بوی روغن میکند. او کرته و لباس سر اندامش همون قطعی با شب و پیش شوهرش.